خب سلام دوستان عزیز، امروز اومدم تا کیمدیامو با برچسبامو به شما نشون بدم. حالا بعضی از اون کیمدیا عدسم رفتن یا با کسی معاوضه کردم دیگه، خودتون نگاه کنید. خب اولین کارت ریاض محرز، دومین کارت بکن بایرن، سومین کارت اسطوره ما ناصر حجازی، رود و نیستلوری این بازیکن و لیستروی سومین جمعه، این پنجمین بازیکن ما ادرسون. این بازیکن مت هاملز که دیگه فکر نکنم داخل تیم دورتموند باشه. لوئیس دیاز بازیکن. جان تری، اسکار دی مارکوس این بازیکن ناکاتا رویاله. این بازیکن پدری، این بازیکن رونالدو برزیل کوپا آمریکا. این بازیکن دی لورنزو و در آخر این بازیکن دیوید دیخا امضا. حالا بریم سراغ برچسب‌ها. این بازیکن خودتون میبینید، این بازیکن الکساندر آرنولد. این بازیکن نمیشناسم بعضیاشونو. این بازیکن اسمش ویکتور هستش. این بازیکن البته ممکن بعضی از برچسب‌ها تکراری باشن چون من تا حالا پک تکراری داشتم. این بازیکن ادرسون دیگه. این بازیکن فکر کنم یه بار تکرار شده. این بازیکن کارتشو دارم و در آخرم این بازیکن. خیلی ممنون که تماشا میکنید ویدیو رو. امیدوارم به 10 تا برسم، 10 تا دنبال کننده که 5 تا کد براتون بذارم. حالا نامحدود، کد نامحدود و هر کد دیگه رو براتون میذارم. نازیلو خداحافظ.